مرگ در انتظار همه ماست، اما شکل مردن آدم ها تفاوت‌های زیادی میتونه با همدیگه داشته باشه. بعضی از مرگ ها عادی و معمولی هن و بعضی ها قهرمانانه و شکوهمند. اما در طول تاریخ مرگ های عجیب و غیرعادی زیادی هم ثبت شدن که توی این ویدیو قرار راجع به چند تاشون صحبت کنم. با شلغم شروع میکنیم. درسته، مرگ با شلغم. سر ویلیام که عضو پارلمان بریتانیا در اواخر قرن 19 بود، مثل بقیه عضو پارلمان شیفته شکار کردن در تمام طول سال بود. در یکی از سفرهای بدفرجام او در حال عبور از یک زمین شلغم، یک شلغم بسیار بزرگ باعث زمین خوردن و بروز زخم‌هایی درون اون شد. چند روز بعد سر ویلیام به واسطه همین زخم‌های درونی از دنیا رفت. خلاصه که جلوی پاهاتون خوب نگاه کنید. مرگ بعدی یکم شیرینه. مرگ در اثر خنده زیاد. باورش سخته، اما گفته شده که زئوکسیس نقاش یونانی قرن 5 بعد از تماشای نقاشی خودش از آفرودیت آخرین خنده های عمرش رو کرده. گفتن که خانم سال خورده‌ای برای خونه خودش نقاشی آفرودیت رو به او سفارش داده بود، اما اصرار داشته که خودش مدل نقاشی باشه. زئوکسیس هم بعد از اتمام نقاشی انقدر به ظاهر موسیقی این زن سال خورده به عنوان آفرودیت خندید که مرد. پس مراقب خنده هاتونم باشید. بریم سراغ مرگ بعدی. چه مرگیه این مرگ در اثر خفگی زیر بار هدیه ها. توی یونان باستان مرسوم بوده که کلاه، کت یا شال گردن خودشونو برای نشون دادن قدردانی به سمت فردی که سخنرانی میکرده پرتاب کنن. دراکو به عنوان نخستین قانونگذار ثبت شده در تاریخ آتن بین شهروندان اژه‌ای از محبوبیت زیادی برخوردار بود. در سال 620 پیش از میلاد تماشاگران تئاتر در اژه یونان به صورت تصادفی او را زیر تلمباری از هدایاها غرق کردند و موجب مرگ او در اثر خفگی زیاد شدند. بریم سراغ مطلب بعدی، اما قبل از ادامه ویدیو لطفا این ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نذارین ممنون میشم این کار انجام بدین. اگر شما هم کله تاسی دارید بد نیست مراقب این قبیل اتفاقات باشید. آیسخولوس نخستین تراژدی نویس یونانی قرن 5 پیش از میلاد که آثارش سبب تکامل زبان تراژدی شد کله تاسی داشت. کله اونقدر براق و گرد بود که عقاب اونو با سنگ اشتباه گرفت. داستان مرگ او از اونجایی شروع شد که عقابی از آسمان شکارشو که یک لاک پشت بزرگ بود به سمت آیسخولوس پرتاب کرد تا قبل از خوردن لاک پشت اونو بشکنه. اما آیسخولوس بیچاره در اثر این ضربه هولناک در جا مرد. داستان نیوتنو که شنیدین، یه سیب افتاد زمین و قانونهای نیوتن کشف شد. خلاصه بگم براتون که دانشجوها همیشه میگن کاش اون سیب خورده بود تو سرش و مرده بود تا ما این همه آزمونهای سخت رو نمیدادیم. باید بگم که این مرگ بعدی مرگ با گلابیه. در واقع به جای اون که اون سیبه بخوره تو سر نیوتن، یه گلابی خورده توی سر آنتیفانس که اسمش خیلی سخته و در جا مرده. بریم ببینیم داستانش چجوریه. آقا بذارین خلاصه بگم، انقدر اسمشون عجیب غریبه نمیتونم بگم. فقط میتونم بگم که این آنتیفانسه یه شاعر و نویسنده و نمایشنامه نویس بوده که یه روزی میره زیر درخت گلابی استراحت کنه و بخوابه، درست مثل نیوتن عزیز. اما درست یه گلابی میخوره توی سرش، حالا نمیدونم این ضربه مغزی میشه یا چی، ولی در جا میمیره. بریم سراغ مرگ با خلال دندون. آقا توکلس سیاستمدار و ارتشدار یونانی بوده که نام اون توی کتاب شهریار نوشته ماکیاولی به عنوان فرمانروایی که با تبهکاری به حکومت رسید ذکر شده. توی سال 289 پیش از میلاد آقا توکلس در اثر استفاده از خلال دندونی که توسط یکی از دشمنان اون
به سم آغشته شده بود کشته شد. بریم سراغ مطلب بعدی. آقایون به این مطلب خوب توجه کنید. مرگ با ریش خود. هانس حاکم و شهردار اتریش امروزی بود. مرگ تأسف‌بار او زمانی اتفاق افتاده که شهر با آتیش کشیده شده، اما این آتیش نبود که جون اونو گرفت. توی گیرودار تخلیه شهر پای هانس به ریش 1.40 سانتیمتری خودش گیر کرد و به زمین افتاد. این زمین خوردن اون باعث شکستگی گردن و در نهایت مرگ اون شد. شاید بگین تقصیر خودشه که این ریشه بلند و نبسته، اما باید بگم که این هانس بیچاره همیشه ریش خودش رو توی یک کیسه چرمی میبسته، اما اون روز از ترس جونش شروع به دویدن کرده و این اتفاق شوم براش افتاده. حالا به نظر شما کدوم یکی از این مرگ ها عجیب تر بود؟ نظر خودتون رو برام کامنت کنید. این ویدیو هم به پایان رسید. مثل همیشه ممنونم از نگاهتون.